روز حضرت موسی علیه السلام از دلش گذراند که خداوند برای چی خواب نمیکرده باشد. ناگه از خداوند ندای شد: ای موسی، در یک ظرف شیشگین آب بگیر و او را داشته ایست. موسی علیه السلام گفته خداوند را به جا آورد و در یک ظرف شیشگین آب گرفت و آن را در دست داشته ایستاد. یک شب و روز گذشت، دو شب و روز گذشت، موسی علیه السلام خواب نکرد. شب سیوم بود که ناگه موسی علیه السلام را خواب غلبه کرد و ظرف از دستش افتاده شکست. موسی علیه السلام بیدار شد که ظرف شکسته است. خداوند گفت: ای موسی، این دنیایی که میبینی اگر من ذره خواب کنم، دنیا هم مثل همین ظرف شیشگین میشکند و پاره پاره میشود.